این تیکه خیلی باحال بود. گفتم فیلم بگیرم آقای گربه دوستیان و کتاب باز. بریم این بغلش. اینجا فارسی ننوشته چی به چیه. مردم اینجا چیلیدن. و این هارپ بزرگ رو میبینیم، یا اون چنگ و نوت سول رو میبینیم. بعد آقای چتریان چتر دوست دخترش شده اومدن اینجا. یه چنگ دیگه اون بره. آقای مصمم حالا خدای قشنگ درست کرده. خدای فرشته هم دیدم، فرشته سازدن. اینجا نمیدونم چای میتونی بگیری، قهوه است. چه موزه هنریه؟ آها آره جالبه. آره سیویوروم اوویوروم بلد نیستیم همه رو گرفتم. اینا رو خیلی باحال شد. من اینو به خدا ندیدم اصلا. نه فکر کنم از روش فقط رد می شدم یک هاپ می کرد. چه باحاله. یه ژیلت باید بدیم موها اینو بزنیم. کلکوپرش داره میریزه. خب این هم یه تیکه. اینجا میذاره این ستونا داره. ستونا نشستن دارن چای میخورن. یه دونه هم آها اینجا این دختره وایساده رو این کره. خیلی هم قشنگه. سوژه عکاسی فیلم برداری خیلی داره. فعلا خدافظ. آقا اینجا قهوه نمیدادن. اینجا من فکر کردم قهوه میدادن ولی گوشی تو میزنی به شارژ. خیلی پاک. میشینی اینجا چای تو میخوری گوشی شارژ میشه. پس سیگار. البته من سیگار نمیکشم. اومدم توی مغازه میگم آقا تخم ژاپنی داری؟ نمیفهمم من چی میگم که. آقا میگم تخم ترکی داری؟ تو این مغازه آجیل و نمیدونم خرما و عجب چیزای خوشمزه‌ای داره. عجب سوسیسی نکنی. اینجا همه چی داره. این درختان من فکر کردم الکیه ولی دیدم واقعیه. بعد چاپ برگاش هم که اونا دیگه اونجا دونه میزنیم تیم ملی. اینجا چیه؟ پلیس هتل. سوپرمارکت. اوه چیه؟ اوه یا ایو؟ اوه اینجا چه قشنگه. ساعت 10:10 شب. همه نشستن. چیل مرغوب
شیل مرغوب میکنن. خب امروز اومدیم روس بازاری، یعنی بازار روسا. یکی بهم گفت خیلی جای باحالیه بریم. اولش که مردم ملت نشستن چای میزنن برن، باقالی و خیار و این داستانا. این برم که خیابون اصلیه. میریم تو. آقا چه ماشینای باحالی اینجا هست کلا. سوپرمارکت، انواع وسایل آشپزخونه. این مغازه فقط اینجا داره. داشتیم می اومدیم یارو این فلاکسا داشت یه چای میدیم توش، این سبزا چقدر خوب بود. لباس فروشی، حالا میگیرم باز ببینیم. چیزای جالب داره. ابزار، یه تبر خوب باید بگیرم. اون چقدر چیز بزرگه. فقط دادم پادر میگیره یعنی ها. هلیوم اینجا چیه؟ توها کباب. بلد نیستم، با الان یکی بلد بشه میگه چرا اینجوری تلفظ میکنه. دختری با کفشای کتانی باشه. داداش تیکه نندازی، خانومت میاد کلتو میکنه. این فیلمو بعداً ببینه مبینا. تیکه انداختی؟ دمپایی سایبون هم زدن. ایوه فرش و رو فرشی و رو تختی و خودم هم اینجا اینا هاشم. سامان یه سر تش بریم. اپا کتونی و قیمتش هم که فرق میکنه دیگه، هر کدوم یه قیمتی داره. اینجا هم کتونی، طلا 200 لیر 20 لیر. آخ یه چیزی شکست. چی شکوندی؟ لباسه هر کدوم اینا توشون کلی بزرگه و الان میگیرم. همه سر بیام اول بیرونش بگیرم ببینم چجوریه. روس بازاری این هر کس خریدم اینجاست. اینم که ترش همینه فقط. آره این تیکم گفتم فیلم بگیرم ببینیم این چجوریه. هوا ولی خیلی خوبه، گرم نیست که مثلا بخوای عرق کنی و حالت به هم بخوره و اینا.
فقط اینجا آدم کمبود خواب داره. هر مسافرتی آدم میره لامصب فقط کمبود خوابه. منم که عشق خواب. برابکس هم اون برن دارن تو مغازه ها میچرخن. من گفتم میایم برای فیلم بگیرم ببینیم چه خبره. تیپی زده حاج مهدی کایا. خب فعلا هم برم ملحق بشم به بقیه. خداحافظ. آقا بازار روسا یه کوچه اومدیم. یا خدا اندازه تهران. بازار بزرگ تهران اینجا سوراخ سنبه داره. بچه چیزایی داره. قیمتش هم خدایش خیلی خوب بود که داشتیم میپرسیدیم. یه ظرفه هست چیزای باحالی هم داره. حاجی نشستی زیر پنکه و هر کدوم این کوچه ها گم مم نشیم. اینجا لوکیشن میفرستم بهت پیدا میکنید. ماره بوا. او بازار بزرگه دیگه اینجا. یه سی جا اینا همشون بیشترش ما برمیگردونیم ایرانی بود. اونم پارس و چای شهرزاد و دو غزال و داداش همه چی ایرانیه که. başka bir şey var mı? جوجو چه کار میکنی؟ خجالت کشید.